رابطه یک شبه خراب نمیشه. توی رابطه خیلی جاها شده که پارتنر شما سعی کرده یه سری موارد رو به شما گوشزد بکنه، اما اتفاقی که افتاده شاید خیلی خوب نبوده، واکنش خوب نبوده، پس شروع کرده به سکوت کردن و خب این روند هی ادامه پیدا کرده تا یه جایی که گفتید دیگه همون انتقادم نیستا، چقدر ساکته، اصلا منو میبینه، اصلا دیگه دوستم داره، اصلا کاری هست که ناراحت یا خوشحالش بکنه، این که راجع به هیچ کدوم با من صحبت نمیکنه. زمانی که شروع میکنید به درک کردن، توجه کردن، محبت کردن، به دور از هر چشم داشتی و چشم پوشی کردن از بعضی از کارها و حالا اتفاقاتی که شاید توی رابطه میفته و خیلی خوشایندتون نیست، چیزهایی که مهم نیست، خیلی حیاتی نیست، زمانی که این اتفاق میفته پارتنر شما دوباره شما رو یه آدم امن میبینه. اون موقع است که میتونه احساسات مثبت منفیش رو راحت تر باهاتون در میون بذاره، میتونه خواسته هاش رو راحت تر بگه، میتونه نقطه نظراتی که اون هم توی این رابطه داره بگه، ضمن اینکه بهتون قول میدم این یه چیز دو طرفه است. یعنی زمانی که شما شروع میکنین به انجام این کار، ناخودآگاه پارتنر شما شروع میکنه همین رفتار رو با شما داشتن. وقتی توجه فعال، همدلی هم فعال و محبت بیاد جایگزین بشه توی اون تنش‌ها، توی انتقادها یا حتی سکوت کردن‌های سرد و توخالی، وقتی میاد اینها جایگزینش میشه، دیگه شما توی اون سکوته دارید محبت میگیرید، دیگه توی اون سکوته دارید توجه میگیرید، توی اون سکوته حواسش به شما هستا، دیگه این اسمش سکوت نیست. خود به خود رابطه اون جهت مثبت و بهترش رو پیدا میکنه.